امیر قرار چیکار کنیم؟ امروز قراره تخم مرغ، میخ، سکه، لیلی زنگ زده رو هر کدوم هم توی نوشابه و هم توی سرکه بخوابونیم. یه آزمایش خیلی عجیب به مدت 24 ساعت. میخ زنگ زده یکی اینور یکی اینور، دو تا میخ اینور اینور، سکه سکه. اینجا هم نوشابه کوکاکولا داریم، هم سرکه مارکش رقم این چی میشه؟ واسه نبود. نمیدونم چرا خریدیم ولی 38 و 600. این هم 48 تومن فکر کنم. 48 تومن ناموسن. 48 تومن. از نوشابه شروع می‌کنیم. نخوریم می‌خورده. یا علی نوشابه رو تکون دادی؟ این گرما فکر کنم پدرش رو در. یک ردیف نوشابه می‌ریزیم، یک ردیف سرکه می‌ریزیم. از بالا شروع می‌کنیم نوشابه. به به. سرکه. بریدی؟ اوه باز شد. فکت خیلی وحشتناک. آقای فیلمبردار از سرکه خوشش میاد. این سرکه رو میتونی خالی خالی بخوره. پس برای محض اطمینان چه خبره یکم بزن بالا. تو تاب بخور. میریم برای این سرکه. فشار من افتاد. و خوردنیه دیگه سرکهش. نمیدونم. اینا از میخ تخم مرغ. سلفون هم آوردیم که قشنگ اینا رو بخوابونیم دیگه. حاجی داد از دور متر تو پشماش میریزه. حاجی عشق. به این شکل و به این میبندیمش. هوایی هم بذاریم براشون. هوا چرا بذاریم؟ اومده نشه تو. این میخوام که اندازه دست بیل برای ما تهیه کرد، هیچ نیازمون نمیشه. بکن تو زمین. قرار چیکار کنیم؟ این شکل شمایل رو یادتون باشه. درشو میبندیم. 24 ساعت دیگه همدیگه رو میبینیم. بریم تا 24 ساعت دیگه. رفقا 24 ساعت شد. بعد 24 ساعت واه چه پلمبی. بوی سرکه و نوشابه ای در اومد. این کلا رنگش رفت. یکیشون هم کف کرده. دقت کردی؟ چه بوی چیپ سرکه ای میده. رنگای نوشابه هم انگار هر کدوم فرق داره. این یکم تیره تره، این یکم مترم قهوه‌ای، این قهوه‌ای روشنه. اینا دونه دونه هر کدوم که فرق داره. تخم مرغ شروع کنیم یا سکه و میخ؟ از اون که کمتر تغییر کرده شروع کنیم. با یه نگاه میشه کلید و فهمید. که الان بشه اگه اینجا بریزیم انگار یک کم زنگ زدگیش تن دستمال دیده میشه. تغییر خاصی احساس نمی‌کنم کرده باشه. تازه یه آرنوبام گذاشتیم ببینیم که آیا این آرنوبا تغییر خاصی میکنه یا نه. آرنوبا تغییر خاصی نکرد. اونجایی که آرنوبا قرار داده بودیم یک کم روشن‌تر انگار. یعنی آرنوبا روشن‌تر شده. برداشتم روشن‌تر شد. بریم حالا کلید و زنگ زده رو داخل نوشابه ببینیم که تغییری کرد. نوشابه چه اتفاقی براش افتاد؟ رنگش انگار روشن‌تر شد. واه بچه‌ها اگه بخوام کنار هم دیگه بذاریم، کلیدی که توی سرکه بود خیلی بیشتر روشن‌تر شد. سرکه تاثیر بیشتری روی کلید زنگ زده گذاشت تا نوشابه. رنگ طلایی تری گرفته. اوه حاجی داره برعکس میشه. پیستای زنگش کنده شده نه؟ اگه تمامی شما متوجه شدین حتما داخل کامنت ها بنویسید. تخم مرغ. تخم مرغ انگار اولی رنگ پوستش رفته اومده بالا. به صورتی تاریخشه. تاریخ انقضاش آره. در اومده کامل ازش جدا شده. تخم مرغ داخل نوشابه هر رنگ خیلی روشنی گرفت. انگار نوشابه خاصیتش رو از دست داده. اول بریم با هم دیگه ببینیم نوشابه چه تأثیری روی تخم مرغ گذاشته. اوه چقدر رنگش عوض شده. کلاً چقدر قشنگ شد داری. عجیب و خیلی قشنگ جذب کرده. ازت داخلش هم تغییری کرده. کاملا نوشابه رو به خودش جذب کرده. حالا میخوایم با هم دیگه بشکنیم. املت میزنیم مثلا. تغییر خاصی نکرد. حالت خودش رو حفظ کرد. بریم تخم مرغ بعدی رو ببینیم. تخم مرغ سرکه‌ای کف کرده. انقضاش که کامل رفته. آجی پفک. حاجی باور نمیشه. دست بزن. چقدر نرم شده. ژله‌ایه. بالا پایینش نشده. دورش کامل ژله‌ای بودن. اینو قاب کن بذار خونه. اینو بهتر کنیم ببینیم که آیا سرکه تاریخ انقضاش رو کامل برداشته، یه لایه پوستش هم برداشته، ژله‌ای کرده. بریم هم دیگه بشکنیمش. بچه‌ها من نمیدونم چجوری قراره این بهتره مگه میشه؟ بخوام اینجوری بهتر کنم. اوه این تخم مرغ خوردن داره نه؟ پوستش نگاه کنید. خامه. این کاغذ. تخم مرغش هم تاثیر خاصی داشت یا نه؟ روی سرکه میده. بچه‌ها بو کردن برای آیتم‌های بعدی سکه و میخ هم توی سرکه هم توی نوشابه شروع کنیم. سکه هامون کمی زنگ زده بود و میخامون اصلا زنگ زده نبوده. بچه‌ها سکه ها چه رنگی شده. انگار پوسید اینجوری نبود دادی. حالا فکر کنین همون نوشابه رو خودمون میخوریم. این معده چیکار میکنه؟ آره حالا میخی که توی نوشابه قرار دادیم کلا همه رو مشکی کرد. اینم میشه دوم. اینم مثل همونه نه؟ این برای سکه و میخ داخل سرکه. آیتم خفن بعدی ما اوه چه براق و طلایی رنگ شد حاجی. خیلی خوش رنگ شد. توی نوشابه بود. اینه که توی سرکه بود.
طلویی‌تر، مشکی‌تر، حالت شفاف و براقی تمیز شد. خیلی تمیز شد. نوشابه سرکه. خب همین ویدیو امروزمون هم تموم شد. خیلی جالب بود. کلید، سکه و تخم مرغی که حالت بافتش نرم شد. اگه از این آزمایش خوشتون اومد حتما داخل کامنت ها بهمون بگید و منتظر آزمایش‌های خفن‌تر بعدی باشید. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.